وقت حساب رسیده پیلوت. ما به خاطر تو لوده سرال پر بیادر فایر کردیم. فکر کردی حسابش گرفته نمیشه؟ لوده به یک بار مگه شده مرا متعجب بسازه. به از هر کسی که در دنیا لیاقت مرده نداشته و من زنده مانده میشه حتما مرا پشیمان ساختن. آخی همینجا در زمین گورت میکنم. اوشکلودگی نکنی. پیلوت خوب هستی؟ خوب هستم. تو؟ خوب هستم. صبر کن. هلا بیا. اون آمد ببینین. آمد. مولا علی را همیزند از زندان انداخت. افسوس از استاد علی چی میخواستی؟ باز که تو وعده ما رسیم کرده بودی. دخترم تو هیچ انصاف نداری. چطور در این منطقه چقدر نفر از که استاد علی برشان کمک میکنه. از دست تو یتیما بازم یتیم شدن. چند نفر دیگرم یتیم کردی. کس قسم یک کار میکنه. تو مردم غریبی منطقه را غریبا را گریان دادی دختر. خوب لطش کنین. دانو بینیشه یکی کنین که عقلش سر جاش بیایه. تو خود نمیخوایی که خود بشنوی، اما به نصیحت بسیار ضرورت داری. از این بعد ده حدت باش. کسی را که نمیشناسی کتش غرض نگی. بخیز ساد شو. حالا شما از جایتان بخیزن. زود شوین. اینجا چی که پسه؟ و خطبه ملاصب گوش میکردیم. اینا چرا سر زمین خو کردن؟ این میز چرا تو خراب شده؟ طرز خطبه گفتن ملاصب کم فرق داشت. با جزئیاتش تشریح میکرد. میزم سست بود. مصرفی میزده حسابتون اشتا میکنم بالا تلی. نوشته کو. ملا این خطبه در اینجا خلاص نشده، خبر باشی. دروازه به تو و ردما همیشه باز است. هر وقت که میخواستی نصیحت بشنوی پیشم آمدن میتونی.
خوب است امره؟ کدام چیز خونه شده؟ خوب است مولا صاحب، زنده باشین. خدا داد خیرت باشه انشالله. مولا علی آزاد شده؟ نه کاکا علیحان، هنوز آزاد نشده. صبح آزاد میشه بخیر. به خاطر امی پاکاری میکنم. خوب است دیگه، حالا خسته نباشی. بازم ما صبح میایم. زنده باشی کاکا جان. موش نباشه. ما در دکان استاد علی یک نامه مانده بودم. باید بفهمی که اون نامه کجاست. سایز دویگو خواهر، من نامه را پیدا کردم میارم. اگه تو نمیرسیدی کارم خلاص کرده بودن. یک آدم مثل تو چطور به سلام میگرده پیلوت؟ بعد دویگو وعده داده بودم. حداقل وقتی در پیشو هستم. چطور از پیش تو یک چیز خواسته؟ با وجودی که در هر گوشه یک نفر میخواد که سر تو فیر کنه، باز چطور از تو یک چیز خواسته؟ چی بفهمم؟ بالاخره او هم یک دواخانه والاست. کتموار یک آدم نمیتونه زندگی آیندهشو بسازه. شاید فکر میکنه مرا تغییر بده، میخواه مرا مثل خودش بسازه. اما تو شده نمیتونی. تو همی قسم هستی پیلوت، تو تغییر کردن نمیتونی. حتی اگه تو بخوایی هم تغییر نمیکنی، اجازه را برد نمیتن. بخواستنی که تو سلا را ایلا کنی، بخواستنی که بخواین بموری فرق نداره. در اون صورت اگه بمورم هم به خاطر دویگو میبرم. دیگه کار کده نمیتونم. من تو را خانه میرسانم. دویگارم زیاد منتظر ماندم. اگر میخوایم اینجا استاد کو، من خودم پیاده میرم. تو یک چیز امکان نداره. در چی گپ هست دیگه؟ 2 قدم راست میرسانمت. دکان استاد علی باز است. حتما آزاد شده. من یک بار میرم ببینم. خدا داد استاد کجاست؟ مولا صاحب هنوز آزاد نشدن، صبح آزاد میشن. من وقتی دیدم دکانش واز است گفتم حتما آزاد شده. باز آمدم یک بار اولش پرسان کنم. به هر صورت ما صبح یک بار دیگه آمدم میبینیم. خدا حافظت فعلا. هیچی است؟ نکنه ای ریزگیر اون کده؟ نه پیلوت بیادر، از دویگو خواهر است. گفتی از دویگو است؟ هیچی ارتباط داره با او؟ دویگو خواهر یک دفعه نامه نوشته کرده بود، در اینجا مانده بود. خواسته بود که من پیداش کنم، اما او وقت پیدا کرده نتونستم. حالا وقت پاکاری میکردم پشتم نیست پیداش کردم. من باید پاکاری کردن ادامه بدم. میشه تو این نامه را به دویگو خواهر ببری؟ مرا یک دفعه ببینم. علی، احساس که نسبت به تو داشتم بیشتر از این پد کردن نمیتونم. تو را اما صبح عید که در منطقه دیدم عاشقت شدم. چی هست؟ چی هست بچه ما؟ نه که تو خبر نداشتی دویگو مولا علی را به محفل من زیاد کار دارم. از سیفدا خوشت نمیه یا که از استاد علی خوشت نمیه؟
دیگه از کجا شد؟ یعنی چی بفهمم؟ یعنی به خاطر که یک قسم دلت نمیشه که بیایی. سفدایم بازم به تو گفتن نتونستم. یک چیز در قلبم است که مانع میشه. هر وقت که بخوایم به تو بگویم دوستت دارم، قسم میشم که فقط همون لحظه تو رو از دست میتم. اگر بگویم که دوستت دارم، اگر رازم برات بگویم، مثل این میشم که فقط با زنده باشم. از این میترسم که همه چیز دوباره با تاریکی ها یک جای نشه. در جایی که تو بودی بدون تو میگردم. سفدا، اگر بفهمی که چقدر تو را دوست دارم، اگر بفهمی. ملا، از دوستای بیرون از زندانم دوباره پرسان کردم. از خاطر که یک دختر از محفل عروسیش فرار دادی دستگیر شدی. تو چی رقم یک ملا هستی ها؟ دوستای بیرون از زندانت اشتباه تحقیق کردن. با اونا بگو برن کم دگام تحقیق کنن. بازو وقتی را میفهمی که من ملا نیستم. دویگو تو از ما چی را پت میکنی؟ هیچ چیزه؟ چطور هیچ چیزه؟ گفتی در عروسی نمیایم، آمدی بازخواست پس بری، اما نرفتی. اما حالی هم چند دقیقه پیش قسم در چرت بودی که حتی موتره ندیدی. چی گپ هست میتونی برام بگویی؟ میگم چیزه نیست، چرا اقا پرسان میکنی؟ چرا قنا وقت کردی؟ نامه برات آوردم. پیلوت ما تو چی؟ دویگو خانم، دویگو خانم، تو چی؟ اگر در مقابل من کدام اشتباهی کنی، اگر بر من دروغ بگویی تو را از زندگیم دور میکنم، همه تو گفته بودی نه؟ بگو نه؟ دلیلی که نمیخواستی به عروسی استاد علی بیایی چی بود ها؟ برام بگو چی بود؟ ها چی بود بگو ها؟ پیلوت به مو اندازه ای که تو از ما توقع داشتی باید خودت تمام قسم می بودی. از انسان باید توقع هر چیز داشت نه؟ همه قسم می گفتی نه؟ اول کلتان فرشته هستین، وقتی نزدیکتان شویم شیطان واره میشین. اما تو گفته بودی نه؟ پیلوت با وجوده که تو کسی دیگر دوست داشتی مرا از پشت دواندی دویگو، با وجوده که در قلبت کسی دیگر بود سرت دشانه مموندی.
از من سوء استفاده کردی دویگو. استفاده کردی. من تو را به عروسی کسی که دوستش داشتی دعوت کردم، میفهمم. تو چطور این کار را به حقم کردی؟ و آدم مثل من کسی کار میکنه؟ دکتر خیرت هست؟ تو پیلوت؟ تو در اینجا چی کار داری؟ با دیدن سفدا آمده بودم. پیش تو است؟ یعنی در خانه تو است؟ نه، خانه من نیست. شاید بازم خانه مولا علی رفته باشه. نه، دیدم در اونجام نبود. ببین ویگار، واضح است که تو سفدا مشکلات داری. سفدام چیزی نمیگه. ببین شاید تو بگویی. اگر نفهمی بهتر خواد بود توکچه. اگر از من پرسان کنی با معلوماتی که باعث میشه برات مصیبتی که الان جور شوه هیچ کدام ضرورت نداری. حالی را بگو که تو از چه وقت است که عاشق پیلوت شدی ها توکچه؟ عشق چی؟ کی عاشق شده؟ بان هیچ ضرور نیست که از من پرد کنی. گوش کو، اما قسمه که تو به خاطر سفدا به من کمک کردی، اما قسم ما میتونم برات کمک کنم. گپیست که من به کمک ضرورت ندارم. آیا تو؟ اما نظر به چیزی که قبلا شنیدیم، این پیلوت دختر دوا فروش دوست داشته. او کار خلاص شد. پیلوت چند دقیقه پیش نامه عاشقانه را خواند که دویگو به علی نوشته بود. جدا شدن. دویگو عاشق علی شده بوده؟ دقیقا همونطور است. بله سار، امیال زود خانه بیا. اگه تو نباشی من چی کنم هیچ نمیفهمم. کل راه به تو ختم میشه سفدای، اما از راه رفتن میترسم. نمیتونم از قبرستان قلبم بیرون شوم. دستت دراز کن و مرا کمک کن. السلام علیکم و رحمت الله. خداوندا، با تمام دردایی که دارم بیشتر از این نسوزم. این عشق من شعله‌ورتر نساز خداوندا. این عشق که در قلب من جای گرفته
آتشش خاموش بساز. ملا آخرین دعایت هم کردی. عجل کسی که بیایه او را نگاه کردن نمیتونه. نیک عبرت نگرفتی. درست است. انسان با مرگ عجلش میبره، اما یک گپ دیگرم فراموش نکنی. کسی که جان داده فقط خودش گرفته میتونه. برای روان کردن علی در قبر و حلقه گم شده پیدا شد. تو چی کردی؟ از زندان یک آدم پیدا تانست یا نه سارب؟ نزدیم. اگه موفق نشیم چی خواست شد اویگار؟ یا اگه مجبور شو بگوی که ما او را نفر خود گرفتیم باز چی؟ دقیقا من جواب این سوال امروز پیدا کردم سارب. تو دیگه هیچ تشویش نکن. علی سبا شو در قبرش خواد کرد. ما با تو گفته بودم این کار نمیشه پیلوت. خیال بافی کردی. چشمات قسم شده بود که هیچ چیز نمیدیدی بیادر. نه دیگه بدونی که بشناسیش بفهمی کسی هم عاشق میشه بیادر بگو برم. میشه بچه، میشه. بیازو همیشه همه قسم میشود دیگه. ما چی بفهمم؟ هیچی چیزا را نمیفهمم. ما هم از این چیزا نمیفهمیدم بدد. هر قسم رابطه را تیر کردیم، چقدر خوب در قصه ایش نبودیم هیچ. اما او شو وقتی به خاطر پرسیدن استاد علی پیش او مسجد رفته بودیم، یک دقیقه اما شب اول ها ما هیچ چیز را متوجه نشده بودم. بچیم، اما یک لحظه اول که دیدمش کل چیز ما شد ویدد. به خود گفتم که پیلوت این دقیقا خلاصه زندگی تو همی است بچیم. گفتم تو به خاطر دوست داشتن ای دختر به دنیا آمدی. بعد دیگه خیالاتم اجازه دادم که برن. اگر راه رفتن به طرف جهنمم باشه من را میرم، طرف جهنمم باشه من را میرم. همه قسم گفتم، اما به اندازه او را دوست داشتم که حاضر بودم به خاطرش بمرم. او کسی دیگر را دوست داشت. او کسی دیگر را دوست داشت. میفهمی؟ ما به او هیچ ارزش نداشتیم ودت. ما در آسمان جداگانه پرواز میکردم. خدا لعنتت کنه. کسی که در آسمان اشتباه بال میزنه توستی بیادر. ما چرا عاشق هیچ کس نشدم؟ ایره میفهمی؟ زخمای مرمی که دستین آرنکو بود تو حالم یکی یکی در اینجاست. میفهمی؟ یکی یکی ما درد نمیخوره بیادر. ما یا میموریم یا میکشیم. پیش از که انتقام پدر ما را نگرفتیم عشق دیگه چیست؟ بگو برام بیادر. اتو نگو بچیم، اتو نگو. حتی اگه به خاطر مردنم یک خیال داشته باشی بسیار خوب میشه که ما نمیموریم. حتی خاکم ما را قبول نمیکنه. لعنت به این زندگی. بدتر از کلش میفهمی چی است ودت؟ اگه از این دنیا بریم هیچ کسی حتی نام مرام نخواد گرفت. ما این قسم زندگی را چی کنم؟ نمیخوایم این قسم زندگی را.
از درد زیاد قسم میگه بیادر. حال عقل سر نیست. با مرور زمان خوب میشه. من زیاد زنده نمیمانم ودت. کل خیالات من مثل یک تیر در قلب من داخل شده و قلبم درد میکنه. درد میکنه. قلبم درد میکنه. بعضی چیزا با درد کشیدن با ادب میشن بیادر. تو در یک شاخچه اشتباه یک میوه اشتباه را رشد دادی. بان که خشک شود. از این به بعد در راه خود ما هم سنگ و هم خاک از ماست. دیگه نمیخوایم هیچ وقت خیال بافی کنم. برای خود میرم. خدا داد. دیگه خر؟ خدا داد. پیلوت اون نامه را چه قسم پیدا کرد تو میفهمی؟ ما برش دادم دیگه خر. تو نامه را گم کرده بودی؟ امروز از پشت میز پیدا کردم. ما کمک کار داشتم پیلوت بیادر گفتم برات بیاره نه که برات نورده. خوب استی دیگه خواهر؟ وضعیتم خراب است خدا. داد. اما دیگه خواهر تو فارماسیست هستی. کل دوا خوب پیش تو است. اگر وضعیتت خراب شود چه قسم تو را خوب بسازم؟ فهمیدم. تو را به شفاخانه میبرم. نه این قسم یک چیز نیست. وضع ما هم زیاد خراب است دیگه خواهر. کل روز پشت ایزگی گشتم اما پیدا نکردمش. چرا قسم میشه؟ برای یک بارم که شده وقت دو انسان هم دیگر دوست دارن، هم دیگر درک میکنن، میخواین خوشبخت شون، چرا نمیشن؟ همراه او مجرم ارتباط برقرار کردم. پلانه با کل جزئیاتش توضیح دادم. چی علی را بکشه چی نکشه. اینقدر درباره علی برش گفتم که هیچ وقت از یادش نره. خوبش، بسیار خوبش. سفدام تا چند ماه دیگه علی را کاملا فراموش میکنه. چی کنیم دیگه؟ حتی خاطرات شخص مردان به زودترین فرصت میموره. کاملا همه قسم که گفتی. از انسان باید توقع هر چیز داشت. دیگه چی میگفتی؟ اول کلتان فرشته هستین، وقتی نزدیکتان شویم شیطان میگرده. میبخشین، خسته نباشین. این دواره Нормально. Покупайте на Яндекс.Маркете товары Хаггис с аномальными скидками и бесплатной доставкой. Аномалия какая-то. برام اشتباه دادین. ما دادیم؟ بله. امکان نداره. ببینین این دوا یا نسخه. معذرت میخوایم. نخوردین خونه؟ نه، خدا را شکر در آخر وقت متوجه شدم. خدا را شکر. بسیار میبخشین، من قسم یک اشتباه را چطور کردیم نمیفهمم. هرچی نباشه دکتر خود نیستین، بالاخره یک فارماسیست هستین. حق با شماست. بفرمایید. روزتان خوش. پیلوت ها. چرا با زنگایم جواب نمیدی سینان؟
سینان بگونی؟ پدر مام خوب دیدن ما اجازه داد، پس چرا؟ اگه والدگه تو را نزدیک دخترم ببینم باز، فقط تو را نه بلکه تمام خانواده تا از بین میبرم. زینب خوب میشه که دیگه هیچ وقت نبینیم. چی؟ ای دیگه چی مانا که نبینیم؟ خیلی چرا دای قدر وقت پشت میدویدی؟ البته دیگه یه گپ است نی؟ بیاز همی قسم می باشه دیگه، همه چیز از دور خوشایند است. زینب او قسم نیست جانه، تو با نزدیک شدن بیشتر خوشحال میشی. خیلی او صورت چی مشکل است؟ چی؟ گفتن نمیتونم، اما او مشکل تو نیستی. با هیچ وجه بودن نمیتونی. پدرم البته دیگه مرا با دروغاش فریب داد، حسابی کار ازش پرسان میکنم. احمقا، با زندگی ما تجاوز کردن، باز ما در سراب قسم یک عشق. ای کی است؟ اکرم؟ آدمی که در کار محصولات ما را فریب داد. نصف پولا را امی آدم خورده. خوب است، کاملا ایره به وقت آوردی. بیاز و اصحاب ما خراب است. ما میگن چیز میپالیدم که فکر ما آرام بسازم. احمق، تو دایی دنیا نیکی نشنیدی از ما کسی چیز دزدی کردن نمیتونن؟ نامرد بخیز احمق، بخیز و نیلو داره. ببی متوجه باشین کار نکنی، من دروغ خوش ندارم. به او خاطر به من راست بگو، اگه نه نمیبخشمت. باز پیلوت، والا قسمی که تو فکر میکنی نیست. بسیار زیاد ضرورت داشتم، مجبور شدم. ضرورت تو چی بود بچم ها؟ نه که با اون 9 میلیون پول به خانه نان بردی؟ آی من یادم میشناسم پیلوت. قماربازی هر فسق و فسادی که باشه میکنه یادم احمق. نه بچه، این گپایی را که تو میگی آدم کده نمیتونه. ببینه بچم در دستش چله است. بچم این آدم متحل است، متحل. ها متحل است، اما هر شبش همراه یک نفر دیگه سپری میشه. همین قسم است بی غیرت. نه پیلوت، ما هیچ وقت خانم خدا فریب ندادیم و هیچ وقت هم نمیتم. آفرین 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 آفرین. ودت ببی گناهی آدم گرفتی. این آدم خود صادق برآمد. آی آدم به شرف بست همراه هیچ کس صادق بودن نمیتونه. کل زندگی دروغ است. این احمق در کار اختطافم دست داره. دخترای خردسال گرفته هم اونا را به فروش میرسانه و هم سر اونا تجاوز میکنه. این راست میگه بچه؟ نه خیر بیادر، او قسم چیزی نیست. خیلی ودت دروغ میگه.
اول باید پول سرش ثبوت کنیم. چطور؟ تو دخالت نکو ودت. طرف مسائل کو. تو را میگم نه ترس ببی. ودت که تو هیچ کاری نمیتونه. ما اینجا هستم نه. فقط کافی است که تو برای ما راست بگویی. حالا برای ما بگو که ودت دروغ میگه. دروغ میگه بیادر. تمامش تومت است. ودت دروغ میگه. دروغ میگه بیادر. بیلود قسم نکن. تو دخالت نکن. به غیرت نه که ودت کدام مجبوریت داره که با ما دروغ بگویه. تو وقت سر او دخترای خود تجاوز میکدی نشرمیدی؟ به غیرت توی دشمن ناموس بیبی. طرف چشمایم دیده بر ما دروغ میگه. بیبی بیادر اول خود پولا را ازش میگرفتین. حالا دیگه چی به درد ما میخوره؟ در این زندگی چیزای مهمتری از پولم وجود داره ودت. به غیرت نامرد. دوستا کسی دگام از کشناب بره باز بعدن مرا صدا نکنین. برو. امره دیالیز چطور گذشت؟ خوب بود ملا صاحب. بفرمایید مولا صاحب. گرم گرم بخورین. او بچه حالا او را اینجا بیار. بیادر ایره با مولا صاحب آماده کردیم. با تو دیگه آماده میکنم. او چای اینجا بیار. چیزی را که من میخوایم از من است. زود شو بته چایه. ملا صاحب روزای تا حساب میکنی؟ هرچند میگن کسی که روزا حساب میکنه زود نمیگذره، اما تو بیا زود تا آخر حساب کرده نمیتونی. بیادر بالاتلی چیره سلداری او بچه زود بیا. بالاتلی بیادر او بچه او بیا حالا دیگه زود باش. بالاتلی